السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان و برادران عزیز و تماشابینان عزتمند. عین حال شما قرار دارین در کانال صلاحی جامعه با همراه ما برادرمون اکا جمشید. چه حال دارین؟ خوبی تنظیم؟ اینی برادرمون حاجی رمضان، اینیش خودش میدونه. خوبی تنظیم؟ سلامت خوبن؟ میدونم تا الله نگهبانتون باشه برادران عزیز. عین حال تم درباره چی میرود؟ درباره راکت یا اینکه سمالیات یا کادین ایکس بیت. حتی زنها و مردها را مراجعت میکنن و شکایت میکنن. بعضی برادران عزیز بگیم پولاشون رو جمع کردگین به خاطر اونه که بروان زن بگیرن، اما از سببی که عشق و محبتشون در هزار نیگری دارن، در همونجا پولایی که باید زن میگرفت همون را باید دادگی ای مطلب داره که وستانهمیت کنه که من برام زن بگیرم. خلاصی گپ حتی والله قسم میخورم وقتی که در هر چیزی که بابتی که زیاد سوال شم در همون بابت ویدیو میکنم. مثال بگیریم بعضی زنها هم در کادین بیت، در راکت، وین لاین، پین لاین، در همونها همش خلاصی گپ پول بای میتن، بعد زنگ میزنن که ما چیکار کنیم؟ ایگرمان خوش نرکمان ای همین در اصل بگیم نرکمان جون چه عذاب میتنه که ایگرمان جون همه در عذاب میته، پول ملک مال مردم میده، مردم اونجا بویش میته. المهم که الله سبحانه و تعالی نگهبان باشه. الله منع کردگه همون کار حرام کردگه و هر کسی که بگیم در همون بازی میکنه از اونجا منفعت یگان چیز نیست. به همون خاطر احتیاط کنین، از همین چیز دست بکشین تا اینکه گروه هم شوه تا ترسک نمونین. یگان چی گفتنی باشی حضرت؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم همین گپ گفتنیم که پاسین وریمه همین چیزا فقط مرا پامینیاد میکنن. در اینستاگرام میدارم همین ویدیو را میگیرن، در یوتیوب نریس کم میگیرن که مثال بوی دادیسن باید برادر برام در عرض شکایت کرده که 700,000 بوی داده کم مولای دیگه گرفته ویدیو کردن، در همون مولا عرض کرده اون مولا گرفته ویدیوش کرده، همون ویدیو را یک 50-60 نفر مرا پامینیاد کردیستن در اینستاگرام. انا ته امر راکت رکلام کاگی نیستی؟ کاداگی نیستم. بسیاری شات طلب میگن که وستانه که پول منن تیپ هم خیلی میگن باید خیلیش میگن که بگو از خبر پول مرا بده. من یک چیتون میگم همون چرا بازی نکنین، همون مردک شما را نمیگه که بدرو بازی کن، مجبورتون نمیکنه. من یک چیتون میگم وای نمیبره، وای میبره وقتی که همین گپ میگه وای بری تمام گروم که کریچاد میکنن که بدرو این همین چیکار کنین و نمی گپ میگم خلاص او برد کردن، همین گپ گفتم برد کردن. و همون خاطر احتیاط باشین، حرکت کنین، غریبی و ماگین اختان نگه کنین. پدر مادر زن فرزند انتظارن و محتاج یاردم شما. حرکت کنین، در فریب هر کس نرین. و این برادر کدام ویدیوش هم میگیره در یوتیوب میپرتایه و کانال این است، تلگرام این است. به همون خاطر در فریب اون نرین با واسطه ویدیو ای چی نشوه پرابلم منش پگای نقپین هم خیلی و تو اومدی پگا بعد بسیر من میگن. الله نگهبان تو باشه برادران عزیز. در بین نگهبان شوخی میکنیم تو اینکه یعنی زیغ نشین گوش کنین. این آیت کادین ایکس بیت رکلام میکرد وقتش میکرد گفتم این هم یه لیشتو کدمت بود دیگه سال 2022 21 19 این اوینواد بازی نکنین. پافتور گفتگیم با میگم تون همین چرا بازی نکنین برد میکنین. التماس بازی نکنین. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.